ای پیر فرزانه، ای پیر فرزانه، اهل فرزندم، آیا حکمت این چیست که ما همیشه و همه جا دستانمان در آستینمان هست؟ فرزندم، حکمتش این است که حکمتش چی هست؟ خودم هم نمیدانم فرزندم. من از وقتی که به دنیا آمدم دستانم در آستینم بود. حتی وقتی که میروم به دستشوی فرزندم کونم را با دیوار پاک میکنم طور مهمالم به دیوار پاک میشه. همین الان خدا شاهد کونم میخواره. چرا ما هیچ وقت دستمون از آستینمون در نمیآوریم؟ بگذار آستینم رو در بیاورم ببینم چه خبر هستش. مار در آستینم پرورش میدادم فرزندم. فرار کن. گل زیلات میکر سابسکرایب کنید بیایید تو کانالم کوله کلی پای خوب.